دوستای عزیز سلام. امید که صحت و سلامت باشید. فرزانه غفوری هستم با برنامه مدیریت صنف بدون توسل به خشونت. موضوع مورد بحث امروز ما مشکلات عمده در مدیریت صنف. استادان گرامی، موانع و مشکلات مدیریتی مختلف در صنف و جریان تدریس ایجاد می شود. البته ابتدا باید تعریف روشن از موانع و مشکلات مدیریت صنف را داشته باشیم. منظور ما از مشکلات مدیریتی هر گونه موقعیتی است که محیط یادگیری را برهم زده و موجب پراگندگی حواس استاد و شاگردان می شود. مشکلات عمده که باعث می شود صنف درسی درست مدیریت نشود و یادگیری به شکل درست آن صورت نگیرد، استاد و شاگرد هر دو به هدف آموزشی خود نرسند، عبارتند از نداشتن پلان قبلی و آمادگی قبل از ورود به صنف درسی، حاکم نبودن بالای موضوع درس، عدم استفاده از شیوه‌های جذاب و متنوع برای آموزش بهتر شاگردان، تدریس یک نواخت و ساده نساختن درس و واضح نساختن هدف درس، توجه نداشتن روی کل صنف و ایجاد تفاوت‌ها بین شاگردان، عدم جلب توجه شاگردان در آغاز صنف، عدم استفاده از فنون تدریس، بی‌تفاوت بودن در مقابل تغییر رفتار شاگرد و باورهای خرافاتی از عدم اصلاح رفتار شاگردان نیز یکی دیگر از این مشکلات می باشد. استاد موفق کسی است که صنف درسی را به گونه‌ای آماده سازد تا پاسخگوی تمام چالش‌ها در طول تدریس باشد. استاد باید توانایی‌های خود را بشناسد، روش تدریس خود را ارزیابی کند و اگر روش‌های قدیمی و کهنه باشند، روش پویا و زنده را پیش گیرد تا روحیه خلاقیت و نوآوری را در نهاد شاگردان شکوفا سازد. او باید روش‌های برخورد با مشکلات درس را بشناسد و راهبردی را اتخاذ کند که فرایند یاددهی و یادگیری را مختل نسازد و مشکلات جزئی صنف را به مشکلات کلی و وخیم تبدیل نکند. همچنین باید رفتاری داشته باشد که شاگردان صنف او مسائل آموزشی و مشکلات رفتاری خود را در محیط آرام و سرشار از محبت و غیر تهدیدآمیز حل کنند. استادان گرامی که می‌خواهند یک صنف منظم و شاگردان لایق داشته باشند، این همه موارد را در نظر گیرند. دوستای عزیز، این بود خلاصه از مشکلاتی که باعث می شود صنف درسی درست مدیریت نشود. بنابراین برای مدیریت بهتر صنف باید استادان گرامی با در نظر داشت این موارد وارد صنف شوند. امید که مفید واقع شود و تا برنامه بعدی همه شما را به خداوند یکتا میسپارم. اوقات خوب و خوش.